با درود به روح پرسبزیجات امام خوشمزه راحل، در راستای فرمایشات مقام عظمای قارچ و پنی که فرمودن حلواخورونشون نزدیک شده و ما باید 10 تا رهبر دیگه آماده داشته باشیم، امروز در این برنامه شیوه تهیه ولی فقیه رو به شما بینندگان عزیز آموزش میدم تا امت حزب الله هر کدوم نفری یه دونه ولی فقیه در منزلشون بپزن و رهبر یدکی در یخچال آماده داشته باشند. مواد اولیه جهت پخت ولی فقیه: یک عدد راسته گوساله هندی ترجیحاً دارای تحصیلات حوزوی، 2 پیمانه جام زهر، 1 قاشق چایخوری مغز گوسفندی، 10 گرم شیره تریاک، ریش و پشم به مقدار لازم. خب بینندگان عزیز، میریم که داشته باشیم طرز تهیه رهبر معظم له رو. من از دیشب این راسته گوساله هندی رو در آبنمک خوابوندم که خوب جا بیفته. لازمه که این راسته گوساله مقدارش هم ناقص باشه. ما به این ترتیب ناقصش میکنیم اینطوری. بله بسیار عالی. حالا همونطور که مشاهده میکنید راسته ناقصی دارم، همین رو هم فدای انقلاب میکنم. خب راسته گوشت ناقص شده رو تا میکنیم و درسته توی قابلمه میذاریم. مقداری آب کر به داخل قابلمه بریزید، سپس زیر گاز رو کمی زیاد میکنیم تا رهبر گرانقدر انقلاب حسابی نرم و انعطاف پذیر بشه که اگه یه وقت فشارهای استکبار جهانی خیلی بهش فشار آورد چرخش قهرمانانه‌ای بکنه و بیت عظما رو از خطر حمله دشمن محفوظ بدارد. الهی آمین. به محض اینکه آب جوش اومده، درجه دلواپسان نظام به نقطه جوش رسید، کم کم جام زهر رو وارد قابلمه میکنیم. بعد از اینکه جام زهر حسابی در جسم و جان راسته گوساله ته‌نشین شد، یه قاشق چایخوری مغز گوسفندی رو هم به داخل قابلمه میریزیم تا رهبر آینده انقلاب قابلیت صدور فتوا و فصل خطاب رو هم پیدا کنه. باز هم با این باتوم هم میزنیم و اینطوری. بله به به چه بویی. خب یکم مزهش رو هم بچشیم. اوه هنوز طعمش به اندازه کافی ولایی نشده. برای طعم بهتر 10 گرم از این شیره ناب تریاک رو اضافه میکنیم. بازم هم میزنیم، یکم زیر شعله رو کم میکنیم تا زیر رهبری نسوزه. حالا محتوای قابلمه رو میریزیم تو سینی و به مدت نیم ساعت در فر قانون اساسی حکومت قرار میدیم. خب بینندگان عزیز، همینطور که مشاهده میکنین رهبر انقلابمون آماده شده و جهت تزیین هم کمی ریش و پشمه خاکستری و سفید اطرافش میریزیم اینطوری. اینطوری بسیار عالی آماده است. بعد از آماده شدن میتونید روش سس لبنانی و سوری و یمنی بریزیم و با نوشابه کهریزکی میل بفرمایید. بسیار عالی. خب این هم برنامه امروز. در برنامه‌های بعدی شیوه پخت خورش قیم خاتمی و آبگوشت فیروزآبادی رو هم بهتون آموزش خواهم داد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.